سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدم خودم رو معرفی کنم. من الکس کینگرم و منم تازه کار یوتیوبم. فالو کنید، زنگوله‌شو بزنید تا از ویدیو بعدی من با خبر باشید. لایک کنید چون حمایت خیلی بزرگی برای من و همین دیگه. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خوب بچه ها، رسیدیم به مپ و جای خوبی هم اسپونمون کرد. خیلی خوب، اصلا ببین خوب. و همون طور که فکر کنم همه تو میدونید و با این بازی خاطره دارید، مثل پلیرهای عادی باید اول چوب بکنیم. چوب. خب بچه این ویدیو چند تا لایک بگیره، 50 تا لایک بگیره، 20 تا TNT میتره کنم و اگه 100 تا لایک گرفت 100 تا TNT میتره کنم. نه اگه 20 تا لایک گرفت همون 20 تا رو میتره کنم. اگه 50 تا گرفت 50 تا میتره کنم. اگه 100 تا گرفت 100 تا میتره کنم. اوکی. بذار من فعلا یه دونه تبر درست کنم. خیلی خوب. تبر، یه کلنگ. چوب احتیاجمون میشه برای اینکه خونه بسازیم. از اول یه ذره چوب می‌کنیم ولی با بالا بردن لول ما خیلی مهم‌تره. خیلی خوب، میریم اون و بچه من آکار فعالیت میکردم و دیگه اومدم بیرون. فهمیدم که به درد نمیخوره و اومدم که یوتیوب. نمیخوام بگم یوتیوب بده، ولی یوتیوب 100 برابر شرف آقای بیرون. آجی سیتا بسیارم بگه خدا این چقدر شدیم 36%. من مودم دارم و امکان داره هر روز ویدیو بزنم یا 2 روز یه بار. امکان داره اگه شیطون بذاره که من تنبلیمون نیاد روز یه ویدیو میذارم. اگه 100 تا دنبال کننده گرفتیم روزی 2 تا ویدیو میذارم. خوبی یوتیوب اینه، ویدیو رو خیلی خوب پردازش میکنه. مثلا یه ویدیو 1 ساعته میذاری تو مثلا 1 دقیقه برات پردازشش میکنه. اصلا 1 دقیقه نه، شاید 30 ثانیه کنم میکشه. چرا اومدم تو بایم؟ من بایم خوبیه ولی چوباش به چوبا نمیخوره. برگرد ای صدام بره نمیخونه. بله بلش کن. فکر کنم به شب میکنم خونه زیر زمینی بسازم. از چی بهتری خونه زیر زمینی بسازم؟
بچه ها هر پنجشنبه جمعه هم امکان داره ویدیو کالاف بذاریم و اگه دوست دارید من با تصویر بیام، یعنی با وبکم بیام تو ویدیو ها، تو کامنت ها بنویسید. ولی اگه دوست ندارید همینجوری بریم جلو پیشی ننویسید. نشه یاد رفتم فکر کنم آخری نه چه چیز زدم مثل اینکه احیانا من چیز ندارم. خدایا خسیسیم بیاد. چیکار کنم من؟ یه معتبر خیلی خوب. الان دیگه اینا به درد ما نمیخوره. ببخشید خیلی حرف نمیزنم و این چیز خوبیه. خیلی خوب. برو میزنم تو دهنت. بیا اینجا خوشگله. کشتمش به قولی یاد عباس کمک. یادت عباس بله. خیلی خوب. فعلا خونه نقلی کوچیک ناناز عزیز خوشگل داداش بسازیم. بعد چون کمه آقا. من تا اینو نکنم دوستک ویل بکنید. چیزی که اضافه کرده موجان اضافه کرده تو این آپدیت‌های جدید، شما تبر هر چیزی که نه، ولی با اینا نمیشه. نه اگه یه دقیقه بذار ببینم با تبر میشه یا چیزی دیگه میشه. آره فقط اگه تبر دستتون باشه پوستشو میبره و این چیز خوبیه. کجا رفتیم؟ بزن. اوکی همینقدر کافیه. تازه امکان کم آوردنمونم 50%. 100 رو نمیدونم ولی 50 رو میدونم من.
خوب بسازیمش به نظر شما باید بسازیم. مگه زنده است میگه خوب بسازیم. ول کن شما. آقا شما ول کن. ولکو. باشم من ببینم یه دونه از اینو میتونم بسازم. چس میخوام من. آفرین. چرا با باز شب شد. بساز. نقلی میسازم من. چی نمیشه این. کم میاریم به خدا. یا حضرت عباس خودت به امید خودت کم نیاریم. چیزی که ازش میترسیدم. نه واقعا چیزی که ازش میترسیدم. الان نه نور دارم فقط باید یه ست کنم. خدایا شکر فقط بگه نمیریم. فقط به اون شکر. من به هر دلیل شکر میکنم. الان بچه ها میرن تو ویدیو. خب من اول گوشتامو میبرم چون چیزیه که زیر. بذار ببینم مگه نه نمیشه با پر نمیشه. آقا همین قدر کافیه. بسمه. اوکیه. بذار ببا شبانم رفته اکسو رو میرم فقط من اینجا موندم باید چجوری بخوابم. شبام نه میخوامشون یا حضرت عباس خودت کم کردی. من فقط ست میکنم. ست بابا خب چرا اینو میذاری؟ تختو بذار. چرا انقدر خونه رو کوچیک ساختم من؟ اوه نه گو خودم خیلی خوب خونه رو دیگه ندارم. تمام کردم. بیچاره شدم. مردم من. شاید آنلاینشم رفتیم. من یه دقیقه نمیتونم چیزمو چیز کنم اونمو اونم بذار یه دقیقه ببینم. من نمیتونم یعنی من چجور کنم خودم رو برگردونم. من یه دقیقه میخوام بابام نمیخوام منظوره باسم. یه دقیقه من میخوام به بچه ها خداحافظی کنم. این چجوری باید بکنه بابام جان؟ اینا چیه؟ آقا بازی رو خراب نکنم. من مجبورم حذف کنم بازی رو. نکنین با من. نه گو خوردم. نه کنسل. بابا من میخوام با بچه ها خداحافظی بکنم. چجوری باید بکنم؟
چجوری من براتون خودم عوض نمیتونم؟ عالی. اصلا داداش باید بگیم. آها یاد گرفتم دیگه فکر کنم. خدای آقا اشتباه. نه اوکی. خیلی خوب. چرا روتو بر نمیگردونی؟ من ویدیو آقاش سخته. راحت ببین اصلا خیلی اینجوری باشه من تا صبحم نمیتونم اینو ببرم. برو بالا. خیلی خوب همینجا که خداحافظی بکنم. ممنون که تو اینجا ویدیو همراه ما بودید. تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.